عرض سلام و خسته نباشید. میخوام پوست کردن ماهی شیر خدمت شما عزیزان آموزش بدم. چند دو طرفش اینجوری خط میندازیم، بعدا با چاقوی بزرگ میذاریم قشنگ، بعدا دو طرفش اینجوری خط میندازیم اینور، دوباره اینور یه خط میندازیم، خب دوباره اینورش یه خط، بعدا میاییم اینورش یه خط دیگه قشنگ، که به خاطری که پوسته راحت خودش آزاد کنه. بعدا میاییم چاقو رو راحت اینجوری میندازیم زیر پوست. خب چاقو رو اینجوری کردیم، قشنگ دو طرف چیز باز کردیم. دوباره از این ور چاقو رو راحت میندازیم پوست، دو طرف پوستم قشنگ چاقو لبه چاقو ناپین باز کردیم، خیلی راحت در میاد. فقط بازی باش چاقو که میکشه دست اینجوری چاقو در نره رو دسته که دستتون داغون کنه. پوستش که کندی ماهی کلا یخه. بعدا ماهی رو میاریم از وسط میکنید 3-4 قسمت میذاریم، یه چند ساعتی باز بشه. ماهی که باز شد بعدا برای فیله کردنش